امشب مهمون دارم، میخوام حال و هوای ایران رو بیارم پاریس. قراره که آش رشته درست کنیم، در واقع مهیا آش رشته درست کنه و منم فانتی رو سورپرایز کنم، به خاطر اینکه جشن فارغ التحصیلیش از دانشگاه میکاپه. فردا هم قراره که بریم خونه مریم یه کیک رژ لب واسه فانتی درست کنیم، به خاطر اینکه عاشق رژ قرمزه. خودم کیک درست میکنم ولی دیگه فرصت نبود. اوه چرا اینجوریه توش؟ ببینین اینجوریه شله. که استفاده میکنم پنیر ریکوتاه. کلا پنیر روزانه هم همین پنیره. باز میکنیم تاپ میندازیم این وسط. یه دونه نخ هم میخوایم بچه ها، یه نخی که خیلی نازک نباشه. من نخ خیاطی رو چند تایه کردم. بعد اینو میارید دور این پنیره. خب اینجوری. اینجا اینو برمیگردونیم روش. یکم قلقیه، اینجا باید احتیاط کنید. اینو میچرخونیم اینجوری، یک فشارکی هم میدیم که اون خطا چی بیفته. دوباره همینجوری که چی 6 تا خط در بیاد، خوشگل تر میشه. اینجوری میشه. حالا بازش میکنیم. سر فلفل دلمه رو میخوام برای سر کباب. بامزه. ولی نمیدونم، حالا میذارم اینجا ولی شاید بخوام بذارم روی کیکش، نمیدونم هنوز نمیدونم، ولی فعلا میتونم بذارم اینجا. خیلی بامزه است. دکور کردنش میخوام ساده هم باشه. هیچی ندارم، ببینم میتونم با اینا کاری کنم. یکم برگ بذارم اینجا مثلا، به اندازه‌ای که عجله کردیم خوبه. فارغ التحصیل دانشگاه میکاپه. یه دونه از رژای خودم رو بذارم اینجای کیک. با مزه تر شد. الان دقیقاً یعنی که من فارغ التحصیل دانشگاه میکاپم. نوشتم فارغ التحصیلیتون. فارغ نمیدونم. الان میاد. حالا شد. خوب شده. ببین فارغ و شک دارم. نمیدونم. ببینم کیه. کسی که قراره برامون آش درست کنه. خیلی خستم. چقدر قشنگ دیزاین کرد. کی هستی؟ مشخصه کی هستی اصلا. مشخصه. اونم دوربین دستشه.
چی آورده؟ نخود لوبیا آورده بچه. نخود. به فکر یوتیوب تو. به فکر یوتیوب منی. قراره برو حالا. برو. روبا هم داره میاد. Oh my god. Oh my god. کجا میری؟ خب من سورپرایز شدم، خوشحالم. بریم مهمون بعدی. سلام. خوبی؟ سلام کن به یوتیوب نیلو. سلام، امیدوارم که حال همگی خیلی خوب باشه. سلام. Send the letters, by the way, but like I don't understand Yes. the meaning. Like us. You have the same alphabet. Yeah, exactly. مهیا معمولا آشو خیلی سریع درست میکنه و خیلی خوشمزه. خوشمزه است و اصلا شما این خیلی خوب جا افتاد چون قالنش کوچیک‌تره. شما لوکو ببینم. از اینا چی داری؟ نه توش ریخت. We know each other from a while ago. But he came to France 4 years ago. Yeah, but when you are long enough with a person, you need to feel like the life that you have together and with your friends and family and everything, it makes sense. It's nice, you know? It's a life you're excited about. You have to ببینید چی برام اومده از ایران. مهناز کیقوبادی عزیزم برام اکستنشن مو فرستاده. عاشق چتریم بچه، خیلی چتری دوست دارم، ولی میگن سن که میره بالا ریسکت کمتر میشه. جرئت نمیکنم ماه خودم چتری بزنم، برای همه چتری استفاده میکنم. الان هم چتریه هم موی رنگ شده. با هم ببینیم. خوش رنگه. وای میبینی؟ رنگو بس بیام نزدیک. رنگو میبینی؟ چقدر قشنگه. بین موهای من چجوری میشه؟ بمیاد نه؟ ببینید دیگه معلوم نیست. من خونه مریم اینا ویدیو بگیرم از کیکی که قرار برای فانتی درست کنه واسه فارغ التحصیلیش. خونه مریم شهر ورسای که نزدیک پاریسه. بزنیم بریم. اینو بذارم اینجا. بزنیم بریم. Okay, let's go.
عاشق این آفتابم که بزنه به صورتم. من 11 سال دبی زندگی کردم. وای نگم چقدر لذت داشت. همیشه گرم بود، یعنی یا گرم بود یا خیلی گرم بود، هوای دیگه ای نداشتیم. اینجا همش سرده، یا خیلی سرده یا یکم سرده. الان آفتاب میتابه ولی سرده. نیلو اینو دیدی تو راهروه فرش ماننده؟ میتونه اشکال نداره، یعنی دوربین گذاشتنم رفت توش. ماشینو تو بچرخونی. بریم جشن فارغ التحصیلی فانتی. Bonsoir à tous. Un grand merci à mes profs, Guy, Leïla et Jean-Claude. Merci pour votre soutien. Anne, si tu veux descendre, on t'attend. Alors on passe aux mentions très bien.